سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. داستان امروز درباره زن فقیری به نام گلنار است که شوهرش فوت کرد و برای او پسر کوچکی به نام آرش به جا گذاشت. شوهرش نه مالی برای او باقی گذاشت و نه تجارتی. گلنار مشغول ریسیدن پشم و دوختن لباس برای زنان شد و سالها کار کرد تا خرج تنها پسرش را بدهد و او را از چیزی محروم نکرد، تا اینکه بزرگ شد و جوانی برومند گشت. روزی آرش در حالی که خوابیده بود در خواب دید که با شیرین دختر قاضی منصور ازدواج کرده است و بزرگان و اهالی محل به او تبریک میگویند. وقتی از خواب بیدار شد نزد مادرش رفت و دید که مادرش جلوی تنور مشغول پختن نان فطیر است. کنار او نشست و گفت: مادر، میخواهم درخواستی از تو داشته باشم. گلنار پاسخ داد: خیر باشد پسرم. آرش گفت: میخواهم دختری را که دوست دارم برایم خواستگاری کنی. مادر گفت: چرا که نه پسرم، تو بزرگ شده ای و مردی شده ای، اما به چه کسی فکر میکنی؟ پسر پاسخ داد: شیرین دختر قاضی منصور. زن دستش را بر سینه هاش زد و گفت: آیا جدی حرف میزنی پسرم؟ پسر گفت: بله. مادر فریاد زد: پسرم، با چه چیزی میخواهی او را خواستگاری کنی؟ نه تو از اعیان هستی و نه پدرت از طبقه آنها بود و نه آنها از طبقه ما. اما او بر خواسته خود پافشاری کرد و گفت: من هیچ کدام از حرفایت را نمیشنوم و بر خواسته خود مصرم. مادر سعی کرد با پسرش صحبت کند، اما او حرفش را تغییر نداد و از مادر خواست که به نزد همسر قاضی منصور برود. مادر در برابر اصرار پسرش تسلیم شد و به خانه قاضی رفت. همسر قاضی استقبال گرمی از او کرد و از خواستهایش پرسید. گفت: میخواهم دخترت را برای پسرم خواستگاری کنم. همسر قاضی به ظاهر او نگاه کرد، اما چون زنی فاضل و با خلاق بود و نمیخواست او را خجالت زده کند، گفت: چرا که نه. سپس برخاست و مقداری آرد و جو آورد و به خدمتکار دستور داد که همراه زن به خانه هاش برود. مادر نزد پسرش برگشت و گفت: آیا دیدی به خاطر تو چه توهینی به من شد؟ او با من مانند یک گدا رفتار کرد. گویی میخواست بگوید نه تو و نه پسرت در مقام ما نیستید. گوش کن پسرم، باید این فکر را از سرت بیرون کنی. پسر عصبانی شد و با غم به اتاقش رفت و روی تختش نشست تا اینکه خواب بر او غلبه کرد و برای بار دوم در خواب دید که با دختر قاضی ازدواج می کند. پسر از خواب بیدار شد و نزد مادرش رفت و گفت: اگر بار دیگر به خانه قاضی نروی، خانه را ترک می کنم و دیگر ریم را نخواهی دید. مادر با عصبانیت گفت: چه شده است پسرم؟ آیا فقری که در آن زندگی می کنم کافی نیست که مشکل دیگری هم پیدا کنم؟ آیا جز دختر قاضی کسی نیست؟ دختر همسایه را برایت خواستگاری می کنم. او زیباست و چیزی کم ندارد. پسر پاسخ داد: من جز با دختر قاضی ازدواج نمی کنم. این سرنوشت من است. آیا می خواهی من بمیرم مادر؟ وقتی مادر این را شنید برای پسرش ترسید و دلش به رحم آمد. پس بیرون رفت و دوباره راهی خانه قاضی شد. همسر قاضی وقتی او را دید تعجب کرد و از حاجتش پرسید. زن دوباره همان درخواست را تکرار کرد. همسر قاضی حیران ماند و اندکی فکر کرد. سپس گفت: من نمیتوانم در این مورد جواب به تو بدهم. پدرش قاضی منصور است که سرنوشت او را تعیین می کند. پسرت باید فردا بعد از تمام شدن کار قاضی
نزد او برود و درخواستش را بگوید. اوست که سرنوشت دخترش را تعیین می کند. مادر پاسخ داد بسیار خوب، به او خواهم گفت. خدا برکتت دهد. سپس خداحافظی کرد و به خانه بازگشت. پسرش پرسید بگو چه کردی؟ مادر پاسخ داد او از من خواست که تو خودت نزد پدرش بروی و دخترش را خواستگاری کنی، زیرا اوست که سرنوشت دخترش را تعیین می کند. پسر گفت نزد او خواهم رفت. آیا فکر می کنی از او می ترسم؟ پسر به دادگاه رفت و منتظر ماند تا کار قاضی منصور تمام شد. سپس اجازه ورود خواست. او را داخل بردند. قاضی گفت بفرما چه می خواهی پسرم و حاجتت چیست؟ پسر گفت آی جناب قاضی، آمدم تا دست دخترتان را خواستگاری کنم. قاضی پاسخ داد خوش آمدی. تو پسر چه کسی هستی؟ پسر گفت من پسر فلان کس هستم. قاضی گفت دم را ببخش پسرم، پدرت را نشناختم. کجا کار میکرد؟ پسر گفت پدرم فوت کرده و نزد مردم خدمت میکرد. قاضی کمی فکر کرد و گفت خوش آمدی. پسر شگفت زده شد و گفت یعنی موافق هستید؟ قاضی گفت بله موافقم، اما به یک شرط، من از تو طلا و نقره نمیخواهم، بلکه میخواهم داستان مردی را بدانی که گردو میفروشد و در قبالش سیلی میخورد. وقتی داستان او را برایم گفتی، دخترم را به عقد تو در میآورم و خدا بر حرفم گواه است. پسر با قاضی خداحافظی کرد و به خانه بازگشت، در حالی که از خوشحالی در پوست خود نمی گنجید. مادرش گفت چه کردی؟ آیا قاضی موافقت کرد؟ پسر پاسخ داد بله، اما شرط کرد که داستان مردی را که با سیلی گردو می فروشد برایش بیاورم. زن فریاد زد از کجا می خواهی این داستان را بیاوری، اگر اصلاً وجود داشته باشد؟ پسر گفت نترس مادر، هر قهوه‌خانه یک قصه گو هست، حتما یکی از آنها داستان را می داند. پسر به قهوه‌خانه‌ای رفت و قصه گو را دید که نشسته و مردم دور او جمع شده اند و او عجیب ترین داستانها را برایشان تعریف می کند. کنارش نشست تا کارش تمام شد. سپس به او سلام کرد و پرسید که آیا داستان مردی را که با سیلی گردو می فروشد می داند؟ مرد تعجب کرد و گفت نشنیده هم این را، جز پیرمردان کسی نمی داند. باید در قهوه‌خانه ها بگردی، شاید پیری را پیدا کنی که آن را بداند. پسر تشکر کرد و گفت در پناه خدا. سپس شروع کرد به رفتن از این محله به آن محله و هر جا قهوه‌خانه‌ای می‌دید وارد می‌شد و می‌پرسید که آیا کسی داستان را می‌داند؟ اما پاسخ همیشه این بود که نشنیده‌ایم. بعد از اینکه از راه رفتن خسته شد، کنار جاده نشست و از هر کسی که رد می‌شد می‌پرسید، تا اینکه پیرمردی گذشت و پسر از او پرسید. پیرمرد گفت بله، من این داستان را قبلا شنیدم، اما صاحب داستان اهل اینجا نیست، شاید از اصفهان یا شیراز باشد. پسر گفت نمیدانم چگونه تشکر کنم ای شیخ. سپس پسر به خود فشار آورد و نزد مادرش برگشت و گفت کسی را پیدا کردم که داستان را میداند و انشاءالله با داستان این مرد باز خواهم گشت. مادر خوشحال شد و گفت کجا میخواهی بروی؟ محله های شهر زیاد است. پسر گفت نه آنجا و نه حتی در این کشور، به اصفهان سفر خواهم کرد. وقتی مادر این را شنید بر سینه هاش زد و گفت چگونه میخواهی به کشورهایی سفر کنی که میشناسی، در حالی که حتی از محلهایی که در آن زندگی میکنی بیرون نرفته ای؟ پسر پاسخ داد هیچ چیزی بدون رنج به دست نمی آید. سختی را به خاطر چشمان دختر قاضی تحمل خواهم کرد.
مادر در دلش آن مرد و دخترش را لعنت کرد و گفت آیا رنجی که میکشم کافی نیست تا اینکه عاشق آن دختر شود؟ و چه کسی است که پسرم به خاطرش از گرسنگی و تشنگی بمیرد؟ اما بعد از آن استغفار کرد شاید پسرش بخت را در بلاد دیگر بیابد و آن دختر را فراموش کند. سپس مقداری پول از همسایه‌هاش بس کرد و کمی توشه و مشک آبی خرید تا در سفر همراهش باشد و باقی مانده پول را در کیسه کوچکی گذاشت و به او داد و گفت من فقیرم و جز دعا برایت چیزی ندارم. اگر سفر بر تو سخت شد برگرد و خودت را به کاری که طاقتش را نداری مکلف نکن. پسر قول داد و خداحافظی کرد در حالی که اشک‌های زن بر گونه‌هایش جاری بود، زیرا اولین بار بود که از او دور می‌شد و نمی‌دانست آیا دوباره او را خواهد دید یا نه. آرش در حالی که مصمم بود به سرعت نزد مادرش برگردد به راه افتاد. سفرش را در صحرا با برخی کاروانها آغاز کرد. گاهی سوار می‌شد و گاهی پیاده می‌رفت و از شهری وارد و از شهری دیگر خارج می‌شد تا اینکه به اصفهان رسید و شروع کرد به راه رفتن در خیابان‌ها و محله‌ها و از مردم پرسیدن، اما هیچ کس پاسخی به سؤالش نداد. پسر از جستجو دست نکشید تا اینکه یکی از کودکان او را نزد مرد مسنی فرستاد که عمرش را در سفر گذرانده بود. وقتی به او رسید از داستان پرسید. مرد پاسخ داد که کسی را که با سیلی گردو می فروشد مدتها پیش در شیراز دیده است. پسر وقتی این حرف را شنید شوکه شد و ناامیدی او را فرا گرفت و با خود گفت چه کند؟ روزهای طولانی را در سفر گذرانده و به روزهای دیگری نیاز دارد تا به شیراز برسد، اما تصمیم گرفت که راهش را ادامه دهد. پس وسایلش را جمع کرد و اصفهان را ترک کرد و مسافر شیراز شد. این بار به دریا رسید و راهش را با یک کشتی بزرگ ادامه داد. وقتی به شیراز رسید همچنان به دنبال مرد می‌گشت و از مردم سؤال می‌کرد تا اینکه به بازار بزرگی رسید. مردی به نام فرهاد را دید که در بازار ایستاده و جلوی او زنبیل بزرگی پر از گردو است. دور ایستاد و او را تماشا کرد. دید مردی نزدیک شد، گردویی برداشت، سپس سیلی به صورت او زد و رفت و همینطور هر کسی که از او می خرید یک سیلی به او می زد. پسر تعجب کرد و به سمتش رفت و سلام داد و گفت می خواهم داستانت را بدانم. فرهاد با عصبانیت گفت این مسئله شخصی من است، به تو چه ربطی دارد؟ پسر گفت من از سرزمین‌های دور آمده‌ام تا داستانت را بدانم، خواهش می‌کنم به من بگو. و پسر داستان خود را برای مرد تعریف کرد و اینکه قاضی شرط کرده که داستان او را بداند تا دخترش را به او بدهد. مرد گفت بسیار خوب، من موافقم، اما به شرطی که بروی و داستان آهنگری به نام کاوه را که یک سر بمیزند و به انتهای مغازه می‌دود برایم بیاوری. پسر گفت چرا می‌خواهی بر رنج‌هایم بیفزایی؟ من خیلی رنج کشیدم تا به تو رسیدم. مرد گفت این شرط من است و قول می‌دهم اگر این داستان را برایم بیاوری داستانم را به تو بگویم. پسر فقیر عصبانی شد و ایستاد و فکر کرد، اما فایده های نداشت. باید حرکت میکرد و دنبال آهنگر میگشت. پسر راه افتاد در حالی که از مردم میپرسید و از شهری وارد و از شهری خارج میشد تا اینکه مردی جای او را به او گفت. پس نزد او رفت و دور ایستاد
و تماشایش کرد. دید کاوه آهنگگر ضربه هایی بر آهن میزند و به انتهای مغازه میدود و دوباره این کار را تکرار می کند. پسر به سمتش رفت و سلام کرد و گفت میخواهم داستانت را بدانم و خواهش میکنم مرا ناامید برنگردان که بسیار رنج کشیده‌ام. و پسر داستان کامل خود را برایش تعریف کرد و آهنگگر گوش میداد. وقتی تمام شد آهنگگر گفت داستانم را به تو میگویم، اما به شرطی که داستان مردی به نام پرویز را که یاقوت را میکوبد و مانند خاک پخش میکند برایم بیاوری. پسر از درخواست او شوکه شد و با خود گفت این داستانها چیست؟ سپس پرسید کجا او را پیدا کنم؟ آهنگگر گفت همانطور که مرا پیدا کردی او را پیدا کن. بگرد که داستانش عجیب تر از داستان من است. پسر از نزد او رفت در حالی که با خود حرف میزد و میگفت من خوب بودم و غم دنیا را نداشتم تا اینکه خودم را دیدم که بین شهرها سفر می کنم و هر کسی شرط می کند که داستان دیگری برایش بیاورم. گمانم باید نزد مادرم گنار برگردم و بگویم دختر همسایه را برایم خواستگاری کند و از داستان دختر آذی خلاص شوم و از خستگی راحت شوم. اما پسر شیطان را لعنت کرد و گفت بعد از اینکه به اینجا رسیدم باید ماجراجوییم را کامل کنم تا ببینم مرا به کجا میبرد و اگر برگردم مردم درباره چه خواهند گفت. دیر کرد و با هیچ چیز نیامد. پسر سفرش را در صحرا از خشکی به دریا و از شهری به شهر دیگر آغاز کرد و از مردم پرسید تا اینکه به سرزمین عجایب یعنی سمرقند رسید. شروع کرد به گشت و گذار در خیابانها تا اینکه وارد بازار بزرگی شد که به فروش طلا معروف بود. تاجری به نام پرویز را دید که در گوشه ایستاده و دو مرد جلوی او هستند و هر کدام قیمت را بر دیگری بالا میبرد تا اینکه قیمت روی یکی از آن دو مرد ثابت شد. کیسهای پول درآورد و به تاجر داد. تاجر به خدمتکارش دستور داد هاون را بیاورد و یاقوت را در آن گذاشت و کوبید تا خاک شد. مرد از کار او تعجب کرد و گفت چرا این کار را کردی؟ گفت این مال من است و من در آن آزادم. پسر تاجر را زیر نظر گرفت و با خود گفت این همان مردی است که دنبالش می‌گردم. سپس منتظر ماند تا کارش تمام شد و دنبالش رفت تا خانه‌هاش را یاد بگیرد و در خانه با او صحبت کند. دید مرد وارد قصری با شکوه شد که درهایش از طلا بود و با نقش و نگارهای زیبا تزیین شده بود. پسر از زیبایی قصر تعجب کرد زیرا در عمرش مثل آن را ندیده بود. بعد از اینکه مرد وارد شد پسر رفت و در زد. کنیز زیبایی در را باز کرد و پرسید کیستی؟ گفت من مهمان خدا هستم. او را به اتاق میهمانان برد و برایش غذا و نوشیدنی آوردند. مرد نزد او آمد و نشست و گفت بگو چه میخواهی؟ پسر داستان کامل خود را برایش تعریف کرد و التماس کرد که او را ناامید برانگرداند، زیرا خستگی شدید بر او چیره شده و نمیتواند در این رنج بماند. مرد خندید و گفت نگران نباش، ناامیدت نمی کنم و داستانم را برایت میگویم. من پسر تاجر بزرگی در شهر بودم. پدرم فوت کرد و مرا در کودکی تنها گذاشت و من چیزی از دنیا نمیدانستم. خیرات زیادی برایم گذاشت و من هیچ تجربه‌ای در زندگی نداشتم.
پدرم مرا بر انجام کار خیر تربیت کرده بود. 1000 نفر از پسران تجار و ثروتمندان بودند، اما به هیچ چیز اهمیت نمیدادند. روزها پول می گرفتند و شبها هدر می دادند. روزی مرا با خود به شب نشینی بردند و صبح به خانه برگشتم و تا ظهر خوابیدم. روز بعد دنبالم آمدند و مرا با خود بردند و من شروع کردم به خرج کردن پولهایم برای آنها و آنها مرا بزرگ می کردند و می گفتند سید پرویز و دستم را می بوسیدند تا اینکه حس کردم در میان آنها سلطان هستم. با من به همه جا می آمدند و من اموال پدرم را خرجشان می کردم و غذا و لباس می خریدم و هرچه برای خودم می خریدم برای آنها هم می گرفتم. از طریق آنها با دختری آشنا شدم و با او ازدواج کردم که عاشق پول و هدیه بود و پول زیادی خرجش کردم تا اینکه اموال پدرم رو به پایان بود. کار نمی کردم و شروع کردم به فروختن املاک پدرم، مغازه‌هایی پس از دیگری. وقتی به دوستانم گفتم که پولم دارد تمام می شود، گفتند نگران نباش، یک معامله تجاری همه چیز را برمیگردان. دخترامویی داشتم که با من صحبت کرد و نصیحتم کرد که از آنها دور شوم و مراقب حالم باشم، اما به او گوش نکردم. سپس اساسیه منزل را فروختم تا همه چیز تمام شد و دیگر چیزی برای فروش نداشتم. روزی در قهوه‌خانه نشسته بودم و از دوستانم خواستم پول چیزی را که نوشیده‌ام حساب کنند. خندیدند و مسخره هم کردند. وقتی به خانه برگشتم، همسرم گفت که می رود و به خانه پدرش برمیگردد، چون تو نمی توانی خرج مرا بدهی و پولهایت تمام شده است. سپس وسایلش را جمع کرد و رفت. 3 روز تنها و بدون غذا در خانه ماندم. سپس تصمیم گرفتم نزدم بروم و از آنها کمک بخواهم. رد کردند و گفتند پولی نداریم که کمکت کنیم و تو خودت پولت را هدر دادی. بسیار عصبانی شدم و به یکی از آنها گفتم خجالت نمی‌کشی؟ من این لباس‌های را که پوشیده‌ای و انگشتری که در دست داری با پول خودم خریدم. در صورتم فریاد زد و گفت ما مجبورت نکردیم چیزی برای من بخری. تو خودت با میل خودت خریدی. حالا از اینجا برو و دیگر برنگرد. آنها را ترک کردم در حالی که از قهر و ظلمی که حس می کردم گریه می کردم و تصمیم گرفتم این شهر را ترک کنم و بروم، زیرا دیگر نمی توانستم در آن زندگی کنم. تصمیم گرفتم خانه را بفروشم و بروم. افراد زیادی برای خرید آمدند، اما قیمت ناچیزی پیشنهاد می کردند که ارزش خانه نبود. روزی مردی که دوست پدرم بود و به او احترام می گذاشتم و از او خجالت می کشیدم به خانه آمد و گفت شنیدم خانه را می فروشی، آیا درست است؟ گفتم بله. گفت این خانه پدر و جد توست، چگونه آن را می فروشی؟ دیوانه شده ای؟ چگونه به این فکر می کنی؟ به خدا سوگند مرگ برایت بهتر از زندگی است. قبل از اینکه آنچه پدر و جدت در سالها ساخته اند تباه کنی. وقتی این کلمات را شنیدم آرزو کردم زمین دهان باز کند و مرا ببلد. دنیا در چشمم تیره شد و سینه هم تنگ شد و با خود گفتم حرف این مرد درست است. مرگ برایم بهتر است. از شهر خارج شدم و به صحرا رفتم و تنها راه می رفتم و نمی دانستم به کجا می روم. چاه آبی دیدم. به سمتش رفتم و خواستم خودم را در آن بیاندازم، اما جز گل چیزی در آن ندیدم. با خود گفتم
حتی مرگ هم از من فرار می کند. راهم را ادامه دادم و غاری دیدم. وارد شدم. تاریک بود که ناگهان چیزی دیدم که میان سنگها می درخشید. آتشی روشن کردم و چشمانم را باز کردم. یاقوت سرخی بود. آنچه می دیدم باور نمی کردم. آنجا پر از یاقوت بود. با خود گفتم آیا این خواب است یا حقیقت؟ تا جایی که می توانستم حمل کنم جمع کردم و به خانه برگشتم. شروع کردم به برداشتن از یاقوت و فروختن آن تا اینکه تمام املاک پدرم را که فروخته بودم پس گرفتم و مغازه ها را پر از کالا کرده و مردان مورد اعتمادی بر آنها گماشتم. هر روز به ارزاقم سر می زدم و به لطف خدا خزانه هایم پر از طلا و نقره شد. با وجود ثروتم با کسی جز دو حرمو صحبت نمی کردم و برای شب نشینی بیرون نمی رفتم و حتی در قهوه خانه نمی نشستم. اما دوستانم پولهایشان را خرج کردند و بلایا مثل من سرشان آمد. وقتی خبر ثروت ناگهانی مرا شنیدند نزدم آمدند و شروع به عذرخواهی کردند. پیمانهای یاقوت برایشان آوردند. خوشحال شدند. اما به خدمتکارم دستور دادم خاون بیاورد و آن را خوب کوبیدم تا غبار شد و روی آنها ریختم و فریاد زدم در خاک برود اما در شکم فرزندان سگ نرود. فردا همسرم با هدایا آمد اما او را بیرون کردم و گفتم تو و طلاق داده شده ای و یاقوت را کوبیدم و به صورتش پاشیدم. سپس با دخترمو که آنجا نشسته ازدواج کردم. سپس پرویز برخاست و 2 پیمانه یاقوت به پسر فقیر داد و گفت بگرد و با دختری که دوست داری ازدواج کن. این پول کمکت می‌کند تجارتت را شروع کنی و خرج همسرت کنی. پسر تشکر کرد و خداحافظی کرد. در راه شتری و آذوقه‌ای خرید و در صحراها و بیابانها سفر کرد تا به شیراز رسید و سراغ کاوه آهنگر رفت. او را طبق عادتش دید که ضربه‌ای می‌زد و به ته مغازه می‌دوید. سلام کرد و گفت آمدم و داستان صاحب یاقوت را آوردم. آهنگر خوشحال شد و گفت بیا بنشینیم تا تعریف کنی. پسر شروع کرد به تعریف داستان و آهنگر با تعجب گوش میداد تا تمام شد. آهنگر گفت به به خدا که داستان عجیبی است و من به وعده هام عمل می کنم و داستانم را می گویم. سپس گفت همانطور که می بینی من آهنگرم و پدرم هم بود و قبل از او جدم و پیشرفت کردم تا امین آهنگران این شهر شدم و اتاقکی در انتهای مغازه دارم که در آن استراحت می کنم و پنجره کوچکی دارد که نور از آن می تابد. روزی نشسته بودم و عرقم را پاک می کردم که به پنجره نگاه کردم و کبوتر سفید زیبایی دیدم. نزدیک شدم و پاهایش را گرفتم اما او مرا در هوا پرواز داد و نفهمیدم چطور از پنجره کوچک رد شدم و چطور کبوتر توانست مرا حمل کند. چشمانم را بستم و باور نمی کردم چه اتفاقی می افتد. وقتی باز کردم خودم را جلوی قصری عظیم دیدم. مبهبه و متعجب ایستادم و به نقش و نگارهای بدیع دیوارها و پنجره هایی که با طلا و عاج پوشیده شده بود نگاه می کردم. در همین حال در بزرگی باز شد و گروهی از نگهبانان با گروهی که موسیقی می نواختند خارج شدند و کالسکایی که اسبها آن را می کشیدند جلوی من ایستاد. سپس خدمتکاری سیاه پوست در رو باز کرد و مرا به داخل دعوت کرد. وارد شدم
و کالسکه در قصر حرکت کرد تا جلوی حمامی از مرمر رسید. آن آمدند و مرا به حوض آب گرم بردند و لباسهای کثیفم را درآوردند و سیاهی بدنم را پاک کردند. سپس آرایشگری آمد و موهایم را تراشید و مرا معطر کرد و لباسهای حریر و طلا به من پوشاندند تا مثل پسران سلاطین شدم. در نهایت نگهبانان آمدند و مرا به تالار بزرگی بردند که مردم صف کشیده و نامم را فریاد می زدند. سپس به تختی از طلا اشاره کردند و خواستند بنشینم. من باور نمی کردم چه می شود و چشمانم را می مالیدم تا مطمئن شوم خواب نمی بینم. با خود گفتم می نشینم و توکلم به خدا. اطرافیان و وزرا دورم را گرفتند و مرا سرور سلطان صدا می کردند. شاعران آمدند و شعر خواندند و مدند. سپس خدمتکاران جلو آمدند و در حرمسرا را باز کردند و کنیزی آوردند که زیباتر از او دیده نشده بود و کنارم نشاندند و من دزدکی نگاهش می کردم. کمی بعد شیخی با عمامه بزرگ آمد و او را به اقدم درآورد و مردم دست زدند و فریاد زدند زنده باد سلطان، زنده باد سلطان. وقتی وارد اتاقم شدم و با آن کنیز خلوت کردم، از او پرسیدم بگو چه اتفاقی اینجا می افتد؟ من چیزی نمیفهمم. پاسخ داد رسم ما این است که اگر سلطان بمیرد جلوی قصر می رویم و اولین کسی را که پیدا کنیم سلطان می کنیم و با بیوه او ازدواج می کنم و شانس تو بود که امروز اولین کسی باشی که آنجا ایستاده است. گفتم حالا فهمیدم، واقعا چیزی است که به ذهن خطور نمی کند. چه کسی فکر می کرد آن آهنگری که سر پایش سیاه بود سلطان شود و امروز نهی کند؟ بعد از چند ماه ملکه باردار شد و پسر اول و دوم را به دنیا آورد و سپس دختری مثل ماه به دنیا آورد و دنیا چیزهایی به من داد که خوابش را هم نمی دیدم. روزها گذشت و من غرق در خیر بودم و به جای اینکه خدا را شکر کنم متکبر شدم و غرور مرا گرفت و شروع کردم به ظلم کردن به مردم. روزی برای شکار رفتم و از باغ وزیر گذشتم و دخترش را دیدم که بسیار زیبا بود. از اسب پیاده شدم و او را خواستگاری کردم. وزیر بسیار خوشحال شد و گفت و کنیز توست و مبارک باشد. سرورم، روزی همسرم نزد من آمد و پرسید آیا درست است که می‌خواهی ازدواج کنی؟ پاسخ دادم چه مانعی دارد؟ شر 4 زن را برایم حلال کرده است. او شروع کرد به بحث کردن با من. دستم را بلند کردم و سیلی به صورتش زدم. صورتش را بین دستانش پنهان کرد و شروع کرد به گریه کردن و اشکهایش جاری شد و گفت روزی می آید که پشیمان شوی. با خشونت پاسخ دادم امکان ندارد اتفاقی برایم بیفتد. من سلطانم و کسی مثل من نیست. روزی در باغ نشسته بودم که همان کبوتر سفید را دیدم. طمع مرا گرفت و با خود گفتم بار اول مرا به اینجا آورد و سلطان شدم. این بار مرا کجا خواهد برد؟ شاید به چین و ماچین که کوههای طلا و الماس دارد. پای کبوتر را گرفتم و چشمانم را بستم. وقتی باز کردم خودم را در مغازه‌ام دیدم با پیشبند کثیف و سیاهی بر صورتم داشتم. دیوانه می شدم و شروع کردم به کوبیدن و دویدن به ته مغازه. شاید کبوتر برگردد و مرا به آن سرزمینی که بودم ببرد. من چیزی نمی خواهم، نه ملک
و نه طلا. فقط آرزوی دیدن همسر و فرزندانم را دارم. پسر به او گفت: به خدا داستانت عجیب است، اما این عاقبت طمع و جزای انسانی است که بعد از گرسنگی سیر شد. من نصیحتت می کنم که کبوتر را فراموش کنی. او بر نمی گردد. هر انسانی در این دنیا شانسی دارد و شانس تو آمد و آن را ضایع کردی. حالا برخیز و روی خودت کار کن. شاید خدا بهتر از آنچه از دست دادی به تو بدهد. این یاقوت را بگیر و بفروش و با آن کارت را درست کن. آهنگر گریست و گفت: به تدبیرت عمل می کنم. حالم کسی را خوشحال نمی کند. توبه می کنم و نماز می خوانم. شاید خدا خطایم را ببخشد. پسر فقیر با آهنگر خداحافظی کرد و راهش را رفت و خشکی‌ها و دریاها را پیمود تا به شهری رسید که فرهاد فروشنده گردو آنجا بود. او را در جای همیشگی آشتید و مردم در صف ایستاده بودند و هر کس 1 کیلو گردو می خرید. 30 به صورت او می زد و فروشنده می گفت: آه، مستحق آن چیزی هستم که سرم آمد. پسر به سمتش رفت و سلام کرد و گفتم: مرا یادت نمی آید؟ فروشنده به صورتش نگاه کرد و گفت: بخشید، من هر روز آدمهای زیادی می بینم. حاجتت چیست؟ پسر پاسخ داد: من همان کسی هستم که از شمال مغرب آمدم و از داستانت پرسیدم. گفت: الان یادم آمد، اما ماهاست که همدیگر را ندیده ایم. بگو آیا کاوه آهنگر را که 1 ضربه میزند و به ته دکان می رود پیدا کردی؟ پسر گفت: بله، و داستانش را برایت آوردم. فرهاد گفت: بیا بنشینیم تا داستان را برایم تعریف کنی. پسر جرعه‌ای آب خورد و صورتش را پاک کرد و شروع کرد به تعریف آنچه برای آهنگر و کبوتری که او را برد اتفاق افتاده بود. نگاه فروشنده به او دوخته شده بود و نمیخواست کلمه ای را از دست بدهد. وقتی تمام شد گفت: چه داستانی، اما آنچه برای من اتفاق افتاد عجیب تر است. فروشنده گفت: من پسرم، فرزند تاجر بزرگی از بزرگان شهر هستم. وقتی پدرم مرد خیر زیادی و زمین و مغازه‌های بسیاری برای من ورا گذاشت. میراث را بین خود تقسیم کردیم. هر کدام خانه و دارایی‌اش را داشت. من برخلاف برادرم خوش و ساده دل بودم، در دنیایی پر از بدجنسی و حیله. روزی با گروهی از پسران تاجر همسن خودم آشنا شدم که شب‌نشینی و شرابخواری را دوست داشتند و در خانه یکی از آنها که پدرش به او داده بود جمع می شدند. از شب‌نشینی و آواز و رقص کنیزان خوشم آمد. اول گهگاهی می رفتم، اما به شراب عادت کردم که عقلم را برد و شروع کردم برای خودم و آنها خریدن. صبحها مغازه‌هایم را باز نمی کردم و تا ظهر می خوابیدم. لقمه می خوردم، حمام می کردم، لباس می پوشیدم، عطر می زدم و با زنبیلی پر و هدایایی برای کنیزان به نزدم می رفتم. مدتی به این حال ماندم و بی حساب خرج می کردم. وقتی طلایم تمام شد برای پول به بقیه مغازه‌ها و باغی که داشتم تکیه کردم، اما به ندرت به رزقم سر می زدم و کالاها کم شد و کالای جدید نمی آوردم و می خوابیدم و غذای سیر می خوردم. بعد از آن مغازه‌ها ورشکست شدند. یکی یکی فروختم و باغ را فروختم و این حال ادامه داشت تا اینکه چیزی برایم نماند. وقتی نزد برادرم رفتم تا کمک بخواهم گفت: تو خودت با حماقت و نادانیات مالت را هدر دادی و مستحق کمک نیستی. در صورتم فریاد زد و بیرونم کرد.
جز خانه خالی که در آن حصیری برای خواب و کاسه‌ای برای غذا داشتم چیزی نمانده بود. از شدت گرسنگی بیرون می رفتم و زیر دیواری می نشستم. برادرم مرا دید و شماتتم کرد. زن فقیر و فقیرتر نزدیک من با دخترش زندگی می کرد. به من محبت کرد و نان و روغنش را با من تقسیم می کرد. دختر با وجود فقرش زیبا بود و به من گفت نگذار ناامیدی تو را بکشد. به جنگل برو و هیزم جمع کن. کار باعث می شود دردهایت را فراموش کنی. حرفش را شنیدم و پاهای خسته‌ام را کشاندم. وقتی رسیدم شروع کردم به جمع کردن شاخه ها. شاخه بزرگی را گرفتم. وقتی تکانش دادم مردی سیاه و زشت در بیرون آمد و فریاد زد از جلوی چشمم دور شو. اینجا زمین جن است. گریه کردم و داستانم را برایش گفتم. ناپدید شد. انگار زمین او را بلعید. سپس ظاهر شد و در دستش بوقی بود. گفت در این بدم روزیات می آید. وقتی کمی دور شدم آن را نزدیک دهانم بردم و دمیدم. صدایی نشنیدم. وقتی زیر پایم را نگاه کردم یک سکه طلایی سرخ دیدم. چشمانم را باور نمی کردم. هر بار در بوق می دمیدم طلا می ریخت تا اینکه طلای زیادی جمع کردم. به بازار رفتم و فروختم و لباس نو و غذا و ظرف و فرش خریدم و آن زن فقیر و دخترش را به خانه آوردم و گفتم از امروز با من زندگی می کنید و این خانه شماست و آن را با بهترین اثاثیه مجهز می کنم و با تو ازدواج می کنم. به خدا سوگند در روزهای بدبختیام کسی جز شما را نیافتم. سپس بیرون رفتم و مغازه‌ای خریدم و فکر کردم چه بفروشم. به ذهنم رسید که کار عطر بکنم چون دوست داشتم. بعد از 1 هفته ازدواج کردیم و با همسرم در مغازه کار می کردیم. مردم او را دوست داشتند و در مغازه هام ازدحام می کردند. در 1 سال 5 مغازه عطر و حریر فروشی پیدا کردم و باغ پدرم را پس گرفتم و در آن بادام و انواع میوه کاشتم و در مواکبی مانند مواکب سلاطین حرکت می کردم و نگهبانان و خدمتکاران دورم بودند. کار سیر کردم و غذا پخش کردم تا جایی که گرسنه و فقیری در خیابانها نماند. تا اینکه روزی خبر ثروت ناگهانی من به برادرم رسید. تعجب کرد و با خود گفت آخرین بار او را زیر دیوار در حال گدایی دیدم و حالا نمیتواند اموالش را بشمارد. بیشک راضی در کار است و آن را خواهم فهمید. روزی برادرم با هدایا نزد من آمد و ازدواجم را تبریک گفت و گفت ما برادریم و درست نیست از هم دور باشیم. من خوشقلب بودم، بغلش کردم و برای پدر و مادرمان گریستیم. او را داخل بردم و اکرام کردم. شب وقتی بیدار بودیم از منبع ثروتم پرسید و اصرار کرد. پس رازم را به او گفتم. وقتی صبح بیدار شدم بوق را ندیدم. به خانه اش رفتم و سراغش را گرفتم. مرا مثل سگ بیرون کرد و حرمت خانواده اش را نگه نداشت. برادرم مغازه هایی کنار من باز کرد که عطر و حریر می فروختند. سودم کم شد و تجارتم کساد شد. خشکسالی شدیدی آمد. درختان خشک شدند و حیوانات مردند و پولی برای حقوق خدمتکاران نداشتم. مرخصشان کردم تا اینکه کسی برایم نماند. اسبها و الاغ‌ها را فروختم و پیاده راه می رفتم.
دلم برای خودم سوخت و ترسیدم به زندگی فقر برگردم. به جنگل رفتم و همان شاخه را تکان دادم. مرد سیاه آمد و داستان برادرم را گفتم. بوقی به من داد. وقتی در آن دمیدم به جای طلا گردو ریخت. آن را گرفتم و توکلم به خدا بود. شروع کردم به فروختن آن، اما در بازار زیاد شد و قیمتش ارزان شد. پس آن را در مقابل سیلیایی به صورتم فروختم. چون از آنچه با برادرم بر سرم آمد دست نگرفتم و رازم را فاش کردم و نتیجه هاش این شد که برادرم بوقم را دزدید و تجارتم را خراب کرد. بنابراین من هر روز مستحق سیلی هستم به عنوان جزای حماقتم. پسر تعجب کرد و گفت داستان عجیبی. حداقل همسر صالحی داری و همه چیز را نباختی. سپس کیسهای گردو برداشت و روی شترش گذاشت و با فروشنده خداحافظی کرد و به کشورش برگشت، در حالی که دنیا از خوشحالی برایش تنگ بود، چون بعد از غیبتی طولانی مادرش را میدید و اگر قاضی هنوز سر قولش بود نزد او میرفت. پسر فقیر به کشورش رسید و در را زد. وقتی مادرش گلنار او را دید خوشحال شد و خوشحالیش در زمین و آسمان نمی گنجید و گفت سالها از رفتنت گذشته و من در بدترین حالم تا جایی که از برگشتنت ناامید شده بودم. پاسخ داد دیگر از هم جدا نمی کنیم، مادر اول می دهم. سپس خرجینش را باز کرد و هدایا و عطرهایی را که از سمرقند و شیراز خریده بود بیرون آورد و یاقوت را نشانش داد. مادر از خیر زیادی که از سفر آورده بود حیرت کرد. فردا بنایان را آورد و خانه را وسعت داد و آن را 3 طبقه کرد تا مثل قصر شد و با فرشها و بهترین اثاثیه پوشاند و خدمتکار و حشم در آن گذاشت. سپس مغازه بزرگی برای ادویه فروشی افتتاح کرد و کشتی‌های خرید تا کالاهای سمرقند را برایش بیاورد. حالش خوب شد به طوری که همسایگانش او را نشناختند. سپس به خدا توکل کرد و در موکبی بزرگ به خانه قاضی منصور رفت. وقتی قاضی او را دید تعجب کرد و گفت حاجتت چیست پسرم؟ پاسخ داد من همان کسی هستم که مدتی پیش برای خواستگاری دخترت آمدم و شرط کردی داستان کسی را که با سیلی گردو می فروشد بیاورم. آن را آوردم و کیسهای گردو از نزد او و آنچه بر شتران می بینی مهریه دخترت است و در آن تحفه هایی از کشورهایی است که واردشان شدم. در حالی که دنبال آن داستان عجیب می گشتم قاضی نشست و پسرانش کنارش بودند و پسر شروع کرد به تعریف آنچه بر او گذشت و اینکه چگونه خشکی‌ها و دریاها را شکافت و به جای 1 داستان 3 داستان پیدا کرد و آخری او را به آن سوی زمین در سمرقند رساند. قاضی گوش میداد و شگفت زده شده بود. وقتی حرف پسر تمام شد گفت من این داستان را از تو خواستم تا اشتیاقت را برای دخترم ببینم، چون قسم خورده بودم او را جز کسی که قدرش را بداند ندهم و تو با وجود تمام سختی هایی که در راهت بود شایستگیات را ثابت کردی. پسر گفت دخترت در قلب من است و هر چه بخواهد به دست می آورد. قاضی پاسخ داد شکی در آن ندارم پسرم. در شب شیخی آمد و عقد آرش و شیرین را بست و بعد از 1 هفته جشنها برپا شد و رویایی که جوان در خواب دیده بود محقق شد
و بعد از اصرار بر اجرا و صبرش واقعیتی شد که با چشمش می‌دید. مردم داستانش را تعریف می‌کردند و می‌گفتند او گنج بزرگی در صحرا پیدا کرد. بعد از اینکه فقیری بیچیز بود، اما آنچه نمی‌دانند این است که گنج واقعی صبر و باور به موفقیت است. و چون آن پسر فقیر دنبال رویایی که دیده بود رفت و خود را باور داشت که می‌تواند آن را محقق کند، خدا به فضل رنج و صبرش او را موفق کرد. هر کس با ما به پایان داستان رسید برای ما پیامی در نظرات بگذارد که از کدام کشور ما را تماشا می کنید. تا دیدار در داستان بعدی.